امروز نعوذ بالله در پیش عروس کنیاک موندگی، شاید که اندک پس دخترای تاجیک اول کنیاک بنوشن در رستوران، بعد نکاح بکنن و بعد دیگه کار بکنن. ای زنی که لیش باشه، از زنی که سطر نداشته باشه، او چقدر شما فرزند میگیرید. ما شما همون دهقان هستیم، برای کارتشکا گیری زمین چند بار پروبل بگیری، گره که من تخمی خوب بگیرم. تو فکر نمیکنی که تو از کدام خاندان زن بگیری که تو فرزندی زیبا داشته باشید. از خانه مسلمان زن میگیری، برای تو خداوند چی میتید؟ فرزند مسلمان میتید. بنابراین میلیاس خداوند چی میگه در سوره مومنون؟ نجات یافتن از آتش دوزخ کسانی که در حالت نماز خواندن گریان میشوند، آبی دیده میکنن. امروز وای بر حال کسی که سرش در سجده الهی نزده است، یک بار خودش پرستش نکرده است، با میگی برادر تو نماز میخونی؟ میگه در دل باشه گپ یهود، قسم به نام خدا گپ یهود است، این گپ کفار است. گوسپند ای پای خودش کشان، بز ای پای خودش کشان. نه، اگر این همی داماد یک از گناه بکنه